دوغ میخوری؟ نه، ولی اگه به روشن شدن واقعیت کمک میکنه آره. شما همتون با هزار امید و آرزو اومدین تو این دانشگاه. خانم و آقایون، ایشون مثلا نماینده شما هستن تو این دانشگاه. نمیدونید اینجوری چقدر براتون بهتره. کی این مأموریت رو به شما داده؟ حالا که تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل برید اونور، اگه بهتون بر نمیخوره رشته تحصیلیتون چیه؟ من پزشک هستم. یه آزمایش گرفتم اما وقت نمیکنم برم پیش دکترم. من این پسره رو میخوام هر طوری که شده. هم برام پول میاره هم اعتبار. بهت اجازه نمیدم کلاسو ترک کنی. اصلا برام مهم نیست. برای من مهمه. راجع به من چی فکر میکنی؟ طلبکار مهربونی هستی تیتیشی. طرف رفیقمه. مجبورم. همه یه جوری مجبوریم. پول میدم به خانم نینا. دیگه به من زنگ نزنی. رژیم پلید آخوندی از چند هفته پیش در تلویزیون پشمون شیشه خامنه ای سریال مسخره‌ای به نام سراب رو راه انداخته که اگه خاطرتون باشه 3 هفته پیش طنزی هم در موردش درست کردیم. خیلی هم خوشحالیم که این طنز مورد توجه شما بینندگان عزیز و هموطنان گرامی قرار گرفت. خلاصه داستان این سریال از همه مزخرفات و پرت و پلاهایی که توش گفته میشه اگر بگذریم این هست که هیچ خبری از اعتراض و دشمنی با رژیم پلید آخوندی در دانشگاه ها نیست. هر آنچه که وجود داشته سوء تفاهماتی بوده که برطرف شدنی است و بیگانگان دارن از این سوء تفاهمات استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که گویا دانشجوها مخالف رژیم پلید آخوندی هستن. وقتی خب موضوع یک سریال مسخره این قرار میگیره دیگه میشه تصور کرد که وزارت اطلاعات رژیم چجوری این سناریو رو میخواد پیش ببره. اجازه بدید که توضیحات رو کوتاه بکنم و بپردازیم به برنامه دیگری از مجموعه طنز سراب. دوغ میخوریم؟ آبلیه. نه، ولی اگه به روشن شدن واقعیت کمک میکنه آره. ها، اون که به روشن شدن واقعیت کمک میکنه پروژکتوره. بندازم تو فیست؟ من بچه نیستم آقای منوچهر. به اندازه کافی هم بازجویی شدم. اونم نه اینجا، تو زندان استخبارات عراق. میفهمید؟ پس تو جزو آزادگان هستی. خب با این سطح ولایت مداریت میرفتی نخست وزیر عراق میشدی. چرا استاد دانشگاه شدی؟ من دیگه با تو حرفی ندارم. میخوام مجبورت کنم حرف بزنی. بابا گوش نزن. ببین، استکبار جهانی میخواد دانشجوهای نخبه ما رو ببره خارج و ما رو از انرژی هسته‌ای محروم کنه. تنها راهی که برای ما مونده اینه که این سریال رو ادامه بدیم تا جلوشون رو بگیریم. به خاطر همین یکم طبیعی‌تر باشه. دانشجوهای عزیز، با اینکه دشمنای نظام این سریال رو مسخره کردن، ولی از اونجایی که مقتدای ما سنگ پای غزنین حضرت آیت الله خامنه ایه کوتاه نمیان و این سریال رو مثل کش تنبون سردار فیروزآبادی کشش میدن. بابا شما چرا میخواید برید خارج؟ میخواید برید تخصص یاد بگیرید؟ آزاد باشید؟ راحت باشید؟ که چی؟ سوالات شرعیتون رو چیکار میکنید؟ آیت الله براد پیت بهتون جواب میده یا حاجیه خانم نیکول کیدمن؟ در حالی که اینجا تو نظام از دانشگاه اخراجمون نمیکنن که میکنن. زندان نداریم، خوبش هم داریم، به اندازه تک تکتون سلول هست. تازه فارغ التحصیل هم بشید میتونید برید مسافرکشی. موادم که ریخته. حالا شاید سوالتون بشه که چرا خود من میخوام برم خارج. من فقط یک انگیزه دارم، اونم اینه که مقام عظمای ولایت مرجع تقلید شیعیان خارج از کشوره و من میخوام برم اونجا مقلد آقا بشم. نمیدونید اینجوری چقدر براتون بهتره. اونجا فقط کافیه که اراده کنید. اون وقت هر چی که بخواین براتون مهیاست. فقط کافیه اراده کنیم؟ بابا اگه ما اراده داشتیم تو این سریال آشغال بازی نمی‌کردیم. بچه‌ها منم ایرانیم. ایرانو دوست دارم. اما یه مشکلایی هست، مخصوصاً برای شما نخبه ها. جدی؟ شما ایرانیید؟ خیالم راحت شد. چون مقام عظما به ما نخبه ها گفته مراقب بیگانگان باشید.
حالا که شما ایرانیید ما میتونیم با خیال راحت گولتون رو بخوریم. راستی چرا شما اومدید ایران؟ آفرین. تا حالا کسی این سوالو از من نپرسیده بود. حمید باورم شد که شاگرد اول گروه فنی هستی. چرا من ایرانم؟ نظرتون چیه؟ خب بالاخره نسبی از شما ایرانیه دیگه. ولی نه. خب بالاخره 1/4 ایرانی هست یا نه؟ بله این هم میشه. دیگه از 1/4 کمتر باشه ما دیگه گولتون رو نمیخوریم. البته سریال بیمزه میشه. حالا خودتون بگید. من مأموریت دارم تا شما رو از ایران نجات بدم. ایران برای خیلی‌ها بهشته، اما برای شما که دارید درس میخونید جهنمه. جهنم. بوروکراسی اداری، پارتی بازی، روابط، سهمیه آقازاده ها. خوب بلدم نه؟ وای آقا اینجا سریال رو اسلو موشن کنید. ایران برای همه بهشته، فقط برای ما که درس میخونیم جهنمه. خب پس جمعاً بریم ترک تحصیل کنیم، برای ما هم بهشته دیگه. ببینید بچه‌ها، ما تو غرب بنیادهای خیریه زیادی داریم، مثل حمایت از حقوق بشر، کمک به افراد بی‌بضاعت و غیره. برای رشد استعدادهای درخشانم یه بنیادهایی داریم که من جزو اونام، از اونا هم حقوق میگیرم، یعنی مفتی کار نمیکنم. چه جالب. منم برای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام کار میکنم. ما هم استعدادهای درخشانی مثل حاج آقا اسکرولادی و حاج آقا رفیق دوست رو تحویل جامعه دادیم. شما اگه رتبتونم خوب نبود بازم من شما رو میفرستادم. فوک سر اینو که گفتی پاهم لرزید. ای بر پدر اماره و نفسش. 100 دفعه گفتم اسکات پا برم پام قوی شه. ببین من اگه رتبم خوب نباشه پس برای چی منو میفرستی؟ برای مدلینگ. مانکنی هم خوب پولی توشه. جدی میگی؟ والا حقیقت من خودم راضی نیستم با یک کله نافرمم، ولی اگه مدلینگ و مانکنی جز ارزش‌های نظامه به نظرم بهتر سراغ آسایی مثل آیت الله جنتی و آیت الله احمد خاتمی بریم که یکیشون برای لباسای اسماله، یکیشون ایکس ایکس لارج. من دیگه باید برم. به سلامت. میدونی که باید چی کار کنی دختر؟ بله؟ ببخشید تعجب نکنید، قرار بود هنرپیشه این نقش دختر باشه ولی چون هم نیومده ما رو گذاشتن جاش. بفرمایید قربان. باید خبر اخراج فرید به گوش رئیس شرکتش برسه. کی؟ کجا؟ پتری؟ اینقدر خنگ نباش نازنین، اینا همش با 200-300 تومن حله. کی؟ نازنین؟ ببخشید بینندگان عزیز، اسم اصلی من قبرامه. آقای کارگردان، حالا نمیشد به جای نازنین نجمه‌ای، صغرایی چیزی رو میذاشتید؟ آبرو هیئت رفت. من این پسره رو میخوام هر طوری که شده. هم برام پول میاره هم اعتبار. اینقدر نوک دماغتو نگاه نکن. باید میگم من همش دارم نوک دماغم نگاه میکنم. به هر حال میسپارمش به خودت. هرچه بیشتر تحت فشار باشه زودتر فرار میکنه. باشه میندازمش تو دستگاه آب میبگیری. خب فکر کنم دیگه من به عنوان سرباز گمنام مقام ولایت باید مثل آقای مدحی برم و تو این شرکت استکباری نفوذ کنم تا بیشتر از این دانشجوها رو منحرف نکنم. سلام خانم، من اومدم مثلا شما منو گول بزنید. اشکالی نداره که؟ خواهش میکنم. خیلی متشکرم. پیشنهاد من اینه که شما منو مغزجویی کنید. منم موافقم. خب به عنوان اولین قدم به اسم ادامه تحصیل منو بفرستید خارج، چون راستیتش خودم از نظام بریدم. حالا که تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل برید اونور، اگه بهتون بر نمیخوره رشته تحصیلیتون چیه؟ حقیقتش من تو بیت ولایت تزریقاتچی‌ام، اما پزشک صدام میکنن. چه خوب، پزشک. یه لحظه. من چند وقت رفتم یه آزمایش گرفتم اما وقت نمیکنم برم پیش دکترم. میشه شما یه نگاه بندازید؟ بله ببینم. اوه این که آزمایش‌های مقام عظماست. بدبخت و آمبلبموش کردن، داغونش کردن که. شوخی میکنین؟ پس چرا میخندین؟
آدم شوخی میکنه که بخنده، شوخی نمیکنه که گریه کنه که. یعنی چی؟ یعنی حقیقتش اینه که من یک دامپزشکم. وای چقدر شما بامزه‌ای، چرا زودتر نگفتی؟ چون این جزء اسرار نظامه. کادر پزشکی بیت ولایت و همه مقامات لشکری و کشوری همشون دامپزشکن. متخصص خرس و خر و خرچنگ و گاو و میمون و اینا. میتونم شمارتون رو داشته باشم؟ بله، من شماره کفش شهرم 43، کفش ورزشی 42، دمپایی ایکس لارج. اون طرف دنیا دانشجوهای نخبه رو پیدا میکنن، بعد درست مثل بازار برده فروشا میخرن و میفروشن. اینترنت شده محل دلالی. بی غیرتی و نداشتن ارق ملی قیمت رو بازم میبره بالاتر. ولی بچه ها اینا هیچ چیزش به شماها نمیرسه. استاد بحث بردهداری رو کردید، یاد فیلم اسپارتاکوس افتادم. عرق ملیم هم در اومد، ولی با اینکه خیس عرقم میخوام مغزم رو بردارم برم خارج. آفرین، خوشم اومد. بالاخره یکی حرف زد، یکی مخالفت کرد. اما نه پسر جون، اینجوری نیست. اینجا تو بنده هیچ کس نیستی. چرا هست؟ بند کفش هست، پیش بند هست، بند رخت هست. ضمناً من میرم خارج. اون که صفت مادر منو کشته. من رفتم. بهت اجازه نمیدم کلاسو ترک کنی. بابا کی خواست بره خارج؟ اینا تا همین ته سالن برمیگردم. وضعیت من برات مهم نیست. برای من مهمه. راجع به من چی فکر میکنی؟ من نه به تو اجازه میدم از کشور خارج بشی، نه به خانم ریحانه بیگی. بله بینندگان عزیز، چون وزارت اطلاعات از اینجا به بعد سناریو رو آماده نکرده بود، من خودم چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم. حقیقت همینه که من قدر دامن نظام جمهوری اسلامی رو ندونستم و افتادم تو بیجامه استکبار و گول خوردم. به اون خانم نعنا بود، ریحانه بود، چی بود، گیشنیز بود، چی بود، به اونم بگید بهتر خودتون معرفی کنید. منم خودمو میکشم تا شما بگید یه دانشمند هسته‌ای کشته شد.